سر از پگاه 9 ایون سرتراشخانه ها، کاشانه های حسن، استودیو های عکسبرداری، کلینیک های بیطاری و اجنسی های تأمین شغل می توانند به کار برآیند. با این سخنان شهردار مسکو وعده داد که هفته آینده در آشخانه ها و طربخانه ها برای مشتریان باز خواهد شد. همین طریق سر از امروز در پایتخت روسیه رژیم گوشه‌نشینی مربوط با سرایت کرونا ویروس خاتمه یافت. در روسیه بیش از 476 هزار نفر گرفتار کرونا ویروس می باشند. روز گذشته در مسکو تخمینا 2000 نفر گرفتار کرونا ویروس شدند که در مقایسه با میزان روزانه ماه گذشته 50% کمتر است. عموماً در روسیه سرایت کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 حیات 5971 نفر را از بین برده است که نسبت به کشورهای دیگری عالم به قدر کافی کمتر است. بعضی کارشناسان طرز حساب قربانی های کووید 19 در روسیه را زیر شبهه گذاشتند. دیروز حکومت روسیه هم ابراز داشت که مرزهایش را قسماً باز می کند. در آخر ماه مارس روسیه با اشاره به سرایت کرونا ویروس مرزهای خارجیش را بسته بود. اکنون شهروندان خارجی که به طبابت نیاز دارند و یا در روسیه خویش و تبار محتاج کمک دارند می توانند به این کشور آیند. 3 مارس روسیه رفت آمد هوایی بین المللی را منع کرده بود تا از تفشی کرونا ویروس جلوگیری شود. در جلسه دیروزه حکومت روسیه تاکید شد که به همین زودی ها حریم هوایی روسیه برای پروازهای بین المللی باز خواهد شد.